در دهه 1320 مردی تحصیل کرده از ایل قشقایی با مدرک حقوق دانشگاه تهران با 2 چمدان راهی کوهستان‌های دورافتاده فارس شد. افراد قبیله به او می‌خندیدند و می‌گفتند این چمدان‌های تو پر از طلاست. اما او کتاب‌ها را باز می‌کرد و می‌گفت اینها ثروت واقعی است، ثروتی که هیچ دزدی نمی‌تواند بدزدد. وقتی که مرد جوان با ریش سفیدهای قبیله روبرو می‌شد، آنها فریاد می‌زدند بچه‌های ما چوپان می‌شوند، نه فیلسوف. او با یک قاطر، 2 تخت سیاه و 10 جلد کتاب مدرسه سیارش را در دل کوهستان‌ها آغاز کرد و هر جا که ایل کوچ می‌کرد چادر مدرسه هم آنجا برپا می‌شد و بچه‌ها الف، اولین حرف آزادی را یاد می‌گرفتند. در روزگاری که دختران ایل تنها دست‌هایی برای کار تلقی می‌شدند، او بود که قلم‌های دانش را به دستشان داد. قلم‌هایی که دیوار 1000 ساله نمی‌شودها را فرو ریخت و ثابت کرد که دختران عشایر شایسته دانستن و خواندن هستند. او کسی نبود جز محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش و پرورش عشایر در ایران. محمد بهمن بیگی زمینه تحصیل هزاران کودک و نوجوان عشایر را فراهم کرد و اولین مدرسه سیار را پشت قاطر ساخت و در سال 1341 سازمان آموزش عشایری را پایه‌گذاری کرد. اما میراثی که با قاطر و چمدان‌های پر از کتاب آغاز شده بود، هنوز با هر کودک عشایری که امروز می‌خواند و می‌نویسد زنده است.